دوستان عزیز، امروز قصد داریم که راجع به این دو چهره یعنی احسان علیخانی و مهران مدیری با شما صحبت بکنیم و اینکه در روزهای گذشته ما خبری رو در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده منتشر کردیم که پشت پرده اختلاس 12,000 میلیاردی اسپانسر موثر احسان علیخانی بابت حمایت از این مؤسسه باید پاسخگو باشه. البته نه تنها اونجوری که ما در ویدیو هم منتشر کردیم، باید صدا و سیما هم پاسخگو باشه. پس صدا و سیمایی که شده محل پولشویی یه سری اختلاسگر، حالا توضیح میدیم در ادامه. و احسان علیخانی بعد از اون اتفاقات یک سکوت 24 ساعته کرد و امروز که 28 تیر ماه 1397 هستش، ساعت تقریبا 5 ساعت پیش به ساعت ایران میشه 5 بعد از ظهر، یک تکذیبیه ای رو آماده کرد و جالب هستش که خارج از ساعت اداری قشنگ مشخص رفته جلساتش رو گرفته با اتاق فکرهاش و یک جوابیه نوشته. حالا به خاطر اینکه اینجا یکم سخت خونده میشه، من از طریق یه سایت که این خبر رو منتشر کرده و بزرگ و درشت در خانه نوشته شده، من عین همون متن رو برای شما میخونم و خط به خط تحلیل میکنم. و ما قبلا هم پیش بینی کرده بودیم که قراره این دو نفر تکذیب بکنن و اگر غیر از این بود شما باید تعجب میکردید و عموما شما هیچ کسی رو در ایران پیدا نمیکنید یه دزدی اتفاقی بیفته بخواد تکذیب بکنه یا نکنه. حالا امروز توضیحاتی رو میدیم و امیدواریم که سوالاتی که میپرسیم احسان علیخانی و مدیران بالادستش پاسخگو باشن. مهران مدیری هم از قول سید حسین روحانی وکیل مهران مدیری اعلام کرد که موکلش به دلیل نشر اکاذیب در خصوص دریافت هدیه میلیاردی از روزنامه شرق و فیلم آنلاین شکایت کرده. گفته که در تاریخ 27/4/97 روزنامه شرق مطلبی رو مدعی شده که مهران مدیری علاوه بر دریافت مبلغی به عنوان هدیه از مؤسسه اعتباری سامن، مبلغی رو هم به عنوان وام دریافت کرده. ببینید اینها همه بازیای رسانه‌ایه. چرا بازیای رسانه‌ایه؟ میگه 27/4 آقای مهران مدیری و وکیلش، اینا فکر میکنم یه سرچی نمیکنن توی اینترنت دیگه. ببینید من یه خبر رو به شما نشون میدم که توی ماهای گذشته این خبر بارها و بارها منتشر شده بود. اون خبر این هستش: مجری معروف تلویزیون بدهکار میلیاردی مؤسسات غیر مجاز. تاریخ خبر 10 بهمن 96. من زوم میکنم اینجا 10 بهمن 96 اصلا این خبر مطرح شده بود که مجری مطرح تلویزیون. و خیلی هم راحت اگه ما بریم پایین تر، آقای کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، این شخص گفته بود که مشکلات مالی رو برخی از سلبریتی ها هم دارن و گفته بوده که بسیاری از این موفقات رو نیز برای آدم‌های مطرح یکی از این افراد رو همه کشور میشناسن. هر شب با ظاهر و رفتاری موجه در تلویزیون برنامه اجرا میکنه، کت و شلوار شیک و پیراهن سفید میپوشه و زبان انتقادش هم به مسئولین هم به مقامات جمهوری اسلامی. شما اگر خیلی راست میگی بدهیت رو بده، لازم نیست در تلویزیون مانور بدهی رو اجرا کنی. این فرد اگر بخواهد به این رویه ادامه دهد اسمش رو در رسانه‌ها مطرح میکنیم. او چند میلیارد تومان بدهی داره و دفعه بعد اسمش رو مطرح میکنیم. آقای کاظم پالیزدار گفته، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی. و آقای مهران مدیری و وکیلش چرا بازی میکنید با کلمات؟ اصلا 27/4 مطرح نبوده در خصوص مؤسسه مالی اعتباری سامل الحجج. برسیم به جوابیه احسان علیخانی. حالا این مهران مدیری که تکلیفش مشخص شد و میم فکر نمی‌کنم عمه من و شما فامیلیش میم باشه، مجری معروف باشه، هر شب در برنامه دورمی اجرا کرده باشه. حالا بعد امیدوارم که پاسخگو باشه. ما فقط سعی می‌کنیم خبرگزاری ها رو براتون بذاریم دوستان، خبری رو ما از خودمون در نمیاریم. اینجا گفته که من احسان علیخانی مجری و تهیه کننده تلویزیون و سینما هستم. ما همون متن رو اینجا بزرگ خانه نوشته شده که من سعی می‌کنم یکم اینو زوم بکنم که خانه‌تر باشه. نوشته که من احسان علیخانی مجری و تهیه کننده تلویزیون و سینما هستم. اگر منظور رسانه‌های مجازی و غیر مجازی از الف عین همان احسان علیخانی است، بعد بگویم که اشتباه گرفتید. آن دزد اموال بیت المال و مردم من نیستم. خب من اینجا یک سوال دارم از آقای احسان علیخانی. اینجا من این متن رو اینجا برمی‌دارم و کپی میکنم و بزرگشم میکنم. سال اول من سعی میکنم خیلی شمرده برم جلو. الف عین ببخشید من کیبوردم فارسی نیست، اگر میبینید که خیلی بد تایپ میکنم بدونید که من کیبورد فارسی نیست و حفظی دارم تایپ میکنم.
چه شخصی است؟ خب منظور رسانه‌های مجازی غیر مجازی های احسان علیخانی خب نیست. همه رسانه‌ها گفتن مکتوب غیر مکتوب. اسم مجازی و غیر مجازی وقتی میاری مردم ذهنشون از بعد روانشناسی میره رو بحث این که آره حاشیه تو خبرهای مجازی زیاده. سوال اول اینجاست، من می‌نویسم 1. احسان الف عین چه شخصی؟ اگر شما که میگید اون مجری معروف من نیستم چه شخصیه؟ بریم موضوع بخونیم تا پایین. کار من رسانه است. در رسانه بزرگ شدم، در رسانه بالیدم و در رسانه زندگی کردم. بیشتر از بسیاری از کسانی که طی این 2 روز من را شماتت کردن درک میکنم، میدانم و تجربه کردم که معمولا آدم‌ها در فضای مجازی، ببین از چه کلماتی استفاده کرده، عجیب و بدجنس میشوند. ببین مثلا بحث مجازی نبوده، خبرگزاری تصنیم مربوط به سپاه پاسداران، انواع اقسام خبرگزاری‌های مختلف این خبر رو مطرح کردن. خب و گفته که کار من رسانه است، در رسانه بزرگ شدم و در رسانه زندگی کردم. من این جمله رو هم بردارم بیارم اینجا. خب من یه موضوع دیگه رو اینجا مطرح بکنم. دوستان میدونید که صدا و سیمای ایران 10,000 کارمند داره، صدا و سیما. خب 7,000 نفر در صدا و سیمای تهران هستند. بازم میگم ببخشید اگر من غلط تایپ میکنم. این که شما برمی‌داری سرقفلی برنامه به اسم شماست. خب من ایراد از شما نمیگیرم آقای احسان علیخانی را، من ایراد رو از مدیران صدا و سیما میبینم که سرقفلی یک برنامه رو دادن دست شما و به غیر از شما کسی دیگه اجازه نداره برنامه ماحصل رو اجرا بکنه. به هر حال حالا کاری نداریم، ولی خب از این کلمات روانشناسی استفاده نکن. اینو من گفتم بدونید. خب گفته جملات زهرانگین است که از دیروز به سمتم سرازیر می شود. یک راه حل ساده این بود، سکوت کنم. نه تو رو خدا به سکوتم بکن که چی بگم بده. خبر دریافت 3 میلیاردی الف این که از خبر مرگ احسان علیخانی بزرگتر نیست. ببینید اومده خبر فیک مرگش رو، حالا معلوم هم نیست کی درست کرده، ربط داده به خبر دریافت 3 میلیاردی و فراموش میشد. اما با خودم گفتم چرا باید من را با الف عین اشتباه بگیرند؟ الف عین کیه؟ موج بعدی افشاگری که آمد، آیا من را کنار چند نام اقتصادی دیگر میگذارم؟ ببین با این حرفش قشنگ میخواد خودش رو مبرا بکنه نسبت به گندای دیگه اگر بالا اومد. اینها توضیحات من است برای کسانی که احسان علیخانی رو با الف عین اشتباه گرفتن. احتمالاً مثلا الف عین امین اردینه، مثلا عادل اردوسی پوره، مثلا مجری معروف، یا مثلا ازا اشیدپوره، مثلا احسان علیخانی نیست اصلا. خداییش مثلا ناراحت میشم. و برای آنها که سعی میکنن احسان علیخانی رو یا همان الف عین را وسط بیاندازند تا خودشان دیده نشوند، این یه تیکه رو درست میگه. خب اینجا من این رو هم دوباره کپی بکنم. ببینید دوستان این یه تیکه رو درست میگه. برای آنها که سعی میکنن احسان علیخانی را یا همون الف عین را وسط بیاندازن تا خودشان دیده نشوند. من اینجا یه شخص دیگه رو به شما نشون میدم. این شخص ایشون سردار حمید صدرالسادات، این شخص رئیس سابق نظام وظیفه عمومی ناجا، پسرش از سامل الحجج 100 میلیارد تومان به عنوان حقوق 30 سالش یک جا دریافت کرده. ماهی هم 5 میلیون تومان خودش میگرفته از سامل الحجج. همسرش هم 1 میلیارد و دخترش هم 2 میلیارد تومان وام گرفته. همین آقا تا اینجا احسان علیخانی داره راست میگه. منظورش این آدمه چون جرئت نمیکنه اسم این آدمو بیاره با توجه که تو ایران نشسته ما میگیم. یه زمین 210 متری هم توی یزد داشته که 50 میلیارد تومان فروختتش همین آدم. خب پس اینجاش رو هم اگه ما بخوایم انصاف در نظر بگیریم داره راست میگه. الف این چهره مرموزی است تا آرنج دستش به خیانت در بیت المال آلوده است، مثل خیلی های دیگر که دستشان در جیب مردم رفت و بعدها نه از زندان که سر از جاهای دیگر در آوردن.
شبیه کانادا که میدونید کیه، خاوریه. خب تا اینجا چیکار کرده احسان علیخانی؟ تکذیب کرده. اصلا این تکذیبیه احسان علیخانی ما رو یاد این بنده خدا خاوری میندازه. ببینید که خاوری هم اون سال 91 که اومد آقا خفتش کرد، گفت داداش داره اتفاقات عجیب غریب میفته و نمیدونم داره اختلاس مالی میشه. ببینید اون موقع خاوری چی گفته؟ خاوری گفته که تأکید بر مبرا بودن بانک ملی از ماجرا تلاش کرد به شکل فنی و نحوه ورود بانک‌ها به این اختلاس را توضیح دهد. خب او ادعا کرد اگر اشتباهی انجام شده منشأ آن بانک ملی نبوده است، هرچند که تأکید داشت که این ماجرا اختلاس نبوده بلکه نوعی سوء استفاده مالی بوده. خاوری که بعد بهش پدر اختلاس ایران رو بدیم، کلا لاکچری اومد اختلاس کرد، خودش اون سوالا میومد تکذیب میکرد. من نمیدونم چرا این تکذیبی های این منو یاد شما میندازه. بریم بعدش. گفته که اما من احسان علیخانی هستم، تهیه کننده و مجری تلویزیون. تاکید میکنم تهیه کننده. در تهران زندگی میکنم و خانه و دفترم هم مشخص و عیان است. خب یعنی میگه که من کانادا نیستم، فرار نکردم، اینجا هستم. خب خسته نباشه. من احسان علیخانی مثل خیلی از شهروندان دیگر روزانه چشمم به اخبار است تا ببینم در این شرایط اقتصادی یه دلار و یورو، سکه و بیبرقی و بیابی و بدهی هزاران میلیاردی، تعداد اندکی به سیستم بانکی، عدم انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و غیره، تکلیف زندگی ما چه می شود؟ اما به جای جواب اینها چه دیدم؟ اسم خودم را پنپا، اسم مثلا بابای منو میخوای بیاری؟ بابای من که وام نگرفته، اون الف عینم که شما نیستی. اینو خبرگزاری تسنیم باز من رفرنس میزنم. گفته که این میم که مهران مدیری بوده که گفته هولوش 3 میلیارد گرفته، نوشته که سامل الحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون الف عین هم بی توجه نبود و به حساب او هم 3 میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است. خب بعد این چجوری گندش بالا اومده؟ این از اینجا که از بالای خبر بخونید، گفته که یه دونه دادگاه کیفری برگزار شده بوده. تو اون دادگاه کیفری اومدن سوابق مالی سامر الحجج رو کشف کردن و از طریق اون فهمیدن که این پول آمده. اینا نگفتن، یعنی از طریق تحقیق و تفحصی که از طریق بانک مؤسسه مالی اعتباری سامر الحجج اومده، اینها اومدن لو دادن. چرا حالا اینقدر احسان علیخانی مطرح شد و این قضیهش داغ شد؟ سر این ویدیو بود دوستان. ببینید من الان سعی میکنم که این ویدیو نگاه کنید. این ویدیو مال برنامه مؤثله و زیرنویس این مؤسسه رو می‌بینید، نوشته حامی مالی مؤسسه مالی اعتباری سامل الحجج، حامی مالی مؤثل. اینها بزرگم کردم چون توی تصویر نمیفته، اینجا بگم من بزرگ میکنم. نوشته حامی مالی مؤثل مؤسسه مالی اعتباری سامل الحجج علیه السلام به برترین فلان میسان. اسم حامی مالی مؤثل. حالا من خورده از شما نمیگیرم آقای احسان علیخانی ها، من خورده از مدیران بالادست شما میگیرن که یه بار کرم حلزون صداش در اومد، یه بار پدیده شاندیز، من نمیدونم حالا پدیده شاندیز هم داستانش بود، یه بار گند پدیده شاندیز در اومد. حالا هم مؤسسه مالی اعتباری سامل الحجج. ببینید الان صدا و سیما دوستان شده محل پولشویی. یعنی هر کسی که یه پولی داره میاره میریزه تو صدا و سیما. صدا و سیما هم خب مجری استعلام میشه، کارشناس استعلام میشه، تهیه کننده استعلام میشه، کارگردان از طریق وزارت اطلاعات استعلام میشه، اما اسپانسر در صدا و سیما استعلام نمیشه. و سوال اینجاست که کلا صدا و سیما داره درونش چی میگذره؟ فکر میکنم صدا و سیما نیست، طویله است که یه مؤسسه به اسم مالی اعتباری سامر الحجج میاد خیلی راحت شیک و مجلسی تبلیغ میکنه، بعدم میان ببینید اینجا گوش بدید. در صورت مثل هر سال هم مؤسسه مالی و اعتباری سامر الحجج علیه السلام به مهمونای ماش خانم هر سال یه هدیه میده دیگه، از جیب مردم میده. ببینید مثلا با این لحنم میگه مثلا دم سامر الحجج گرم که مثلا حامی شده. البته خب ببینید یه جایی حالا داره راست میگه، حالا بریم جلوتر احسان علیخانی داره راست میگه، اما صدا و سیما شده محل پولشویی دل و دزدا. هر کی میخواد یه اعتباری کسب بکنه یه وامی میگیره، میاد یه 100 میلیونش میریزه تو صدا و سیما. صدا و سیما هم که گشنه است، نمیدونم پول نداره حقوق کارکناشو بده، میاره به اینا میده. خب بریم ببینیم که در ادامه چی میگه. این چند خط بعدی رو بخواید تا اصل مطلب دستتان بیاید و شاید فرق میان احسان علیخانی و الف عین را هم برایتان روشن شود. یک، مؤسسه سامر الحجج سالها قبل از همکاری با گروه
اجتماعی شبکه 3 در تمامی رسانه‌های رسمی کشور نظیر روزنامه‌ها، تیزر و برنامه‌های اسپانسری تلویزیون، خبرگزاری‌ها، سایت‌ها، بیلبوردهای شهری، باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی و غیره، چقدر این اسم آشناست، و غیره حضور داشته که معنای این حضور پررنگ یعنی داشتن مجوزهای لازم از مرجع ذی‌صلاح. خب من اینو هم کپی بکنم بیارم اینجا. گفته که معنای این حضور پررنگ یعنی داشتن مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح. حالا ادامه‌ش هم می‌خونیم، توضیح میدم. در نتیجه اهدای مجوز تأسیس، مجوز گسترش مؤسسه تا بیش از 500 شعبه فعال، مجوز افتتاح حساب برای مردم و صاحبان صلاحیت، مجوز برای تبلیغات تا مجوز برای انحلال مؤسسه ربطی به من و امثال من ندارد. ما با یک مؤسسه قانونی بر اساس نص صریح قانون و نظارت دائمی صدا و سیما کار کردیم. این رو هم کپی میکنم. گفته که معنای حضور پررنگ یعنی داشتن مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح. ما با یک مؤسسه قانونی کار کردیم. بریم بشنویم صحبت‌های احمد توکلی رو. ایشون عضو تشخیص مصلحت نظام، قبلا صحبتاشو پخش کردم. این اصلا میگه که مؤسسه سال 94 بوده، میگه اصلا این از سال 93 مجوز نداشته. من دوباره اینو پخش میکنم، گوش بدید. یادم میاد سال 1393 بود، من از طرف مجلس 8/9 در شورای پول اعتبار عضو بودم. وقتی گزارش آوردن که این مؤسسه بازرسی بانک مرکزی رو راه نداده، من دفاع کردم از انحلالش، چون جوازم نداشت، ولی برای آورد انحلالش. یک سال میگه جواز نداشت. خب پس اینجا چی میشه؟ 2. حالا سوالی زاد پرسیدی، میگه ای بابا احمد، چقدر حالا سخت میشه من این تایپ کنم، توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، چی گفته؟ مؤسسه مجوز نداشته. سال 83، سال 93 ببخشید. پس آقای علی خانی، این آقای یا شما داری دروغ میگی، شما منظورم حالا شما و صدا و سیما است، خب، یا احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگه که میگه مؤسسه مجوز نداشته. بقیه‌شو گوش بدید. نیم تمام، یعنی از برج تیر 93 تا برج 10/94 این کار رو عقب انداختن، اجرای این مصوبه شورای پول اعتبار رو. خب فرصت طلایی دادن به یه آدمی که میدونست. حالا جالب اینه که من از اونجایی در اومدم از تو شورای پول اعتبار رفتم خونم ده، کسی زنگ زد. حالا اینا چون قبلا گذاشتم، ولی میتونید در مستند قبلی هم ببینید. سعی میکنم که کاملش رو بعدم توی کانال بذارم که گوش بدید. پس میگه که اصلا این اصلا مجوز نداشته و بعدش هم در ادامه میگه که اومدن لابی بزنن که من کاری نکنم و از این صحبت. خب پس شد مورد 1 که اصلا مجوزش رو نداشتیم. حالا این دلیل برای نمیشه که اینا رفتن گرفتن صدا سیما هم ورود بکنه، بسوزه پدر پول، مردم الان بدبخت شدن. 2. طبق روال طبیعی هزینه‌های اکثر برنامه و سریال‌های پربیننده در تلویزیون که شما تماشا کرده اید به عهده اسپانسره. درست میگه. مؤسسه مذکور هم در سال 91 تقاضای همکاری با گروه برنامه‌ساز ما داشت. ببینید تقاضای همکاری با گروه برنامه‌ساز ما، ببینید داشت. من این هم کپی میکنم. و شبکه بعد از بررسی و استلام از مراجع ذی‌صلاح، این هم دروغی، اگه صحبت احمد توکلی گوش بدید، پس این چه استلامی بوده؟ و دریافت مجوز تبلیغ از مؤسسه بنده را به عنوان تهیه کننده به این مؤسسه معرفی کرد. ببینید میگه که تقاضای همکاری با گروه برنامه‌ساز ما داشته، ما، بعد میگه که بنده رو صدا و سیما معرفی کرده. خب چیز اصلا طبیعیه دیگه، میان با شما لابی میکنن، خب با شما صحبت میکنن، میدونن شما سرقفلی برنامه دست تو بری اونجا مدیر شبکه سم یا بغض بکنی و دور هم باشید، مدیر صدا نمیاد بگه نه، خودت هم کرده تهیه کننده. خب
میاد تقاضای همکاری به شما میده، امین فردین رو نمیاد بکنه تهیه کننده که، مهران قاسم خانی نمیکنه تهیه کننده که، میان با شما صحبت میکنن، شما رو هم میکنن تهیه کننده، به همین راحتی. چیز پیچیده ای نیست که. اینم به توضیح بده که یعنی چی. خودت داری تو متن میگی، منم جای در نیاوردم ها. یعنی مثل تمام تهیه کنندگان سازمان، نه بیشتر نه کمتر. 3. طی 3 سال و نیم در قالب 6 قرارداد با صدا و سیما و شبکه، 6 عنوان برنامه، 2 نیمه سی، ماحصل 2، ماحصل 92، ماحصل 93، 3 ستاره، ویژه برنامه تحویل سال 93، بهارنارش تولید و پخش شد که مبلغ مذکور از جانب اسپانسر بعد از تایید برآورد هزینه‌های تولید توسط کارشناسان مربوط شبکه و بابت تهیه و تولید به صدها نفر از عوامل و هزینه‌های تولید به تهیه کنندگان تخصیص می‌یابد. خب اینو درست میگه. گفته روابط عمومی گروه اجتماعی و مالی شبکه 3 در صورت صلاحیتی اسناد و قراردادها رو منتشر کند. ما هم خیلی منتظریم. کپی میکنیم، این هم میاریم پایین. لطفا منتشر کنید ببینیم مثلا چقدر دستمزد گرفته شده، چی بوده، از کجا بوده. اینجاشو درست میگه. من خودم تو صدا و سیما بودم، به صدها نفر از عوامل تخصیص داده میشه. 4. من مدیر نیستم، مسئول نیستم، کارمند دولت نیستم، کارمند صدا و سیما هم نیستم. خب مشخصه دیگه. خب نه، برای همینه. و میان با شما مستقل میرن تو جلساتتون و تو دفترتون باهاتون صحبت میکنن و میبندن. من تهیه کننده و برنامه‌ساز مستقل هستم، ولی فراتر از هر بازی رسانه‌ای، تهمت و قضاوتی خودم را در برابر قانون و اذهان مردم پاسخگو می‌دانم. حالا هم از شبکه 3 و صدا و سیما و مراجع ذی‌صلاح قضایی و نظارتی خواهش می‌کنم تا به طور دقیق این موضوع را بررسی کنند و نتیجه را شفاف به مردم گزارش کنند. این رو هم ما منتظریم. حالا اگر این دو اتفاق افتاد، این ویدیوی من الان سیو، تاریخش هم مشخصه و در یوتیوب هم میذارم، در کانال تلگرام خودم هم میذارم، بیان بدن. ولی آقای احسان علی خانی که میگی که توی این سالها، ببینید من تهیه کننده و برنامه‌ساز مستقلم، به خاطر برنامه‌های شما، ببینید من زوم میکنم، پای اسپانسر برنامه ماحصل به مجلس هم باز شده بود توی 3 تیر 94. من اینجا زوم میکنم باز دوباره اینها مردم ببینن. 3 تیر 94 کد خبرم مشخصه. نوشته همزمان با انتشار گزارش مبنی بر اینکه ماحصل تریبون تبلیغاتی یک مؤسسه غیر مجاز شده، سال 94 میدونستم مؤسسه غیر مجازه، اما امروز یکی از نمایندگان مجلس تذکری در صحن علنی مجلس خواستار رسیدگی به این موضوع شد. پس شما مطمئن باشید که 100 سال نمیان این قرارداد منتشر کنن، به خاطر اینکه اون زالا تو مجلس اصلا ورود شده بوده ولی کسی پاسخگو نبوده. حالا حرف اینه، الف این خیلی مهمه، اینو بیان بگن و مباحث مختلف. این اگه بیان این الف اینو بگن، جواب همه سوالا در میاد. احتمالاً شاید اسم سازمانی شخصی بوده الف این، حالا نمیدونم. و حالا بماند این که شما در وزارت اطلاعات هم رصد شدید و دوستان و رفقا یه شما به ما گفتن، شاید هم اسم سازمان، نمیدونم. به هر حال این صحبت‌های ما و تحلیل ما نسبت به این جوابی شما بود و امیدواریم که صدا و سیما به عنوان نفر اول و نفر ارشد هم بیاد پاسخگو باشه. شما خودتون مبرا کردی، قصه در رفتی، اما منتظر باشیم که صدا و سیما که 100 سال هم نمیاد جوابیه بده، مطمئن باشید نتیجه رو شفاف به مردم بگو. صدا و سیما اگه نتیجه رو می‌خواست به مردم شفاف بگه، میمد راجع به اون حلزون صحبت میکرد. حالا اون یه تیکه هم که من الان اومدم گفتم شما در وزارت اطلاعات رصد شدید، سند مدرکی ندارم، چون من اعتقاد دارم که باید سندی وجود داشته باشه راجع به شما. والا نداریم ما سند، اما دیده شدید شما در اونجا و شما این قضیه رو هم فکر می‌کنم نادیده بگیرید و نشنیده، چون ما معمولا اعتقاد داریم باید خبر با سند و مدرک باشه و اگر سند و مدرکی نداشته باشه حرف باد هواست. شما اصلا این قضیه رو آقای علی خانی باد هوا بدون، بقیه مباحث رو بیا صحبت بکن. مرسی. حتما ویدیوهای ما رو به اشتراک بذارید، کانال برنامه پشت پرده در یوتیوب سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای دوستان خودتون بفرستید، لایک کنید، زنگوله رو هم راستی در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده بزنید. مرسی. من چرا استوب میکنم؟ استوب نمیشه.